در این ویدیو کوتاه 120 ثانیه‌ای قصد داریم آموزش بدیم که چگونه در زمان کوتاه‌تری ثروتمند شوید. البته آموزش چنین مبحث بسیار گسترده‌ای در یک ویدیو 120 ثانیه‌ای امکان پذیر نیست. پس تصمیم گرفتیم این آموزش ها رو در چندین ویدیو دنباله‌دار تهیه و تولید کنیم. پس ویدیوهای ما رو دنبال کنید و به دیگران نیز معرفی کنید. خب شروع می‌کنیم. اول از همه به شما تبریک میگم که در حال دیدن این ویدیو هستید، چون فقط 20% افراد جهان چنین موقعیت‌های آموزشی برای اونها پیش میاد و تنها 5% همین افراد که به دانسته‌هاشون عمل میکنن همیشه موفق و ثروتمند هستند. پس اولین شرط موفقیت دانستن و سپس عمل کردنه. افراد موفق و ثروتمند جهان بر روی یادگیری خودشون سرمایه گذاری میکنن. منظور از سرمایه گذاری فقط پول نیست، بلکه زمان و انرژی رو هم شامل میشه. ثروتمندان به خوبی میدونن که اگه از دانش روز دنیا عقب بیافتن، رفته از میدان تجارت خارج میشن. بیل گیتس رو همه میشناسیم، مالک کمپانی مایکروسافت و نفر اول ثروتمند جهان. ایشون میگه من با همه مشغله هایی که دارم تمام تلاش خودم رو میکنم تا روزانه حداقل 2 ساعت رو به یادگیری خودم اختصاص بدم. جالبه نه؟ ثروتمندترین مرد دنیا که همه فکر میکنن باید بره و فقط بخوره و بخوابه، هنوز هم داره روی یادگیری خودش سرمایه گذاری میکنه. حالا حساب کنید شما برای رسیدن به موفقیت چقدر باید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. پس دومین کلید موفقیت روی خودتون سرمایه گذاری کنید. وقت بگذارید، آموزش ببینید، مطالعه کنید. از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید بسیار متشکرم. دیگر قسمت‌های آموزشی ما رو هم حتما ببینید و برای دانلود فایل‌ها و مقالات رایگان بیشتر به وبسایت ما حتما سر بزنید. ثروتآسان.com